خبرهای اقتصادی برای امروز 4 اکتبر در پیام تیوی. در تاجیکستان تا 1 سپتامبر سال جاری بیش از 896,200 تن غله جمع آوری شده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان تا 16 سپتامبر سال جاری در کشور در مجموع 896,241 تن غله جمع آوری شده است. از حجم ذکر شده 714,546 تن غله را گندم تشکیل می دهد. در همین حال وزارت کشاورزی از حجم حاصل کارتوشکا که امسال در میدان 32,158 گکتار کشت شده از میدان 22,169 گکتار تا 1 اکتبر سال روان 476,098 تن کارتوشکا جمع آوری شده است خبر دادند. سال 2022 در شهر گلستان ولایت سوخت 5 کارخانه نوی استحصال تأسیس داده شده است. حجم عمومی سودای چکنه و یک لوح در دوره از ماه ینور تا سپتامبر سال 2022 در شهر گلستان به 145,200,000 سامانی رسید. طور خبرگزاری سپوتنیک اطلاع می‌دهد کارخانه های صنعتی شهر گلستان ولایت سوخت در 9 ماه سال 2022 به مبلغ 3.9 میلیارد سامانی محصولات استحصال کردند. به اطلاع منبع چنین معلومات‌ها در مجلس مشورتی عاید به جنبش 9 ماهه ترقیات اجتماعی و اقتصادی شهر بیان کرده شدند. یادآور می‌شویم که در 6 ماه سال 2022 کارخانه‌های صنعتی گلستان به مبلغ 2.5 میلیارد سامانی محصولات استحصال کردند. در نیم سال اول سال جاری سهم کارخانه‌های صنعتی شهر گلستان در حجم عمومی استحصال محصولات در ولایت سوخت 22.7% را تشکیل داد. گلستان از شهرهای صنعتی شمال تاجیکستان محسوب می شود. این شهر دارای حدود 30 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی می باشد. وزارت مهنت کشور اطلاع داده است که تا 1 آگوست سال 2022 مزد میانه مهنت در کشور به 1711 سامانی و 30 درم برابر شده است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در گزارش اخیر خود خبر داده است که از سال 1995 تا به 1 آگوست سال 2022 در جمهوری مزد میانه مهنت از 92 درم به 1711 سامانی و 30 درم برابر شده 18 مراتب معاش وظیفوی کارمندان بودجتی زیاد کرده شده است. همزمان وزارت مهنت خبر داده است که به حالت 1 آگوست سال 2022 نسبت به سال 2000 مزد میانه مهنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان 123.8 مراتب، ولایت ختلان 130 مراتب، ولایت سوخت 119.3 مراتب، شهر دوشنبه 80.1 مراتب و شهرهای ناحیه تابع جمهوری 57.8 مراتب زیاد شده است. ذکر شده است که اگر در سال 1998 اندازه حد اقل مزد مهنت 1 سامانی را تشکیل داده باشد، عین زمان اندازه آن به 600 سامانی رسیده است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز 10 اکتبر مقرر کرد. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان به 16 سامانی و 40 درم برابر شده است. بانک ملی تاجیکستان همچنین قرب 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1021 سامانی و 90 درم و 100 یورو را 997 سامانی و 78 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن 97 دلار و 52 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک 92 دلار و 28 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه های لندن صبح امروز 1687 دلار و 9 سنت برای 1 اونس تعیین شد.